آمپر، خود آمپر و این قسمت آف. 4 تا ترمینال داره. خب این ترمینال این گوشه‌ای برای چی استفاده میشه؟ برای ولتاژ، مقاومت، فرکانس، تست بوق و خازن و دماغ. خب کام که همیشه اینجا قرار میگیره، اما اتصال به زمینه مشکی سر جای خودشه، هیچ وقت تغییرش ندیم. قرمز رو بنا به کاربردی که داره جای مختلف قرار میدیم. این میلی آمپره، جریان‌های بر حسب میلی آمپر. این یکی جریان‌های بالاتر. خب الان فعلا می‌خوایم مقدار مقاومت رو اندازه‌گیری بکنیم. بعد سلکتور کجا بیاد؟ رو بیاد. خب می‌خوایم مقدار مقاومت رو اندازه‌گیری بکنیم. روی قسمت اوه قرار میدیم. اینم که اینجا سر جای خودش قرار داره. یکی یادداشت کنه. 4.65 کیلو اوم. بچه‌ها سرس نکنید. اینو بنویس. دقت داشته باشید. به عنوان مقاومت اول. آریه که 4.65 کیلو اوم. خب مقاومت دوم رنگش فرق داره. مقاومت دوممون رو اندازه گیری میکنیم. مقدارش رو چند داده؟ 2.212 کیلو او. نوشتی مقاومت دومم؟ خب به این شکل پشت سر هم قرار میدیم. این سریه. درست شد؟ حالا میخوایم ولتاژ اعمال کنیم. این مقاومت خالی که هیچ کاربردی نداره، تا زمانی که بهش ولتاژی اعمال نشه کار نمیکنه. منبع تغذیه‌مونو روشن میکنیم. رو ولتاژهای مختلف میتونی قرار بدی. یه دکمه آف داره. خب اینجا ولتاژش رو میتونیم تغییر بدیم روی مثلا 16.8. خب اینجا پایانه هاشه، یه مثبت داره یه منفی. داره منفی بود درست. ولتاژ اعمال شده، جریان هم داره. خب اگر هم چیز باشه داغ میشه، اون وقت دستتون میسوزه، دست نزنید. خب میخوایم الان بریم چی اندازه گیری کنیم؟ جریان گفتم میخوایم اندازه گیری کنیم. مولتیمتر چجوری بسته میشه؟ سری. ترمینالت بعد کجا باشه؟ عوض کنی. اینجا نذاری دابا تغییر بدی. ترمینال آزادیه. آره الان آزادیه. خب سلکتور هم حتما قرار میدیم رو جریان که معمولا رو میلی آمپر میذاریم. گرفتین؟ سری میخوایم ببندیمش. انگار باید اینو یه سیم فرض کنی، میخوای بیاری داخل مداره. من نگی بابا باشه. خب الان سیم فرض کرد. منفی رو به منفیش بس کن. منفی رو به منفی. اینو در آوردیم. آره این از این در آوردیم به مشکی. این یه مثبت باز میمونه اصلا که راحت تر بشه. الان سری شد بچه‌ها. درسته؟ چه جریانی بهتون میده؟ 2.44 میلی آمپر. جریان عبوری از هر کدوم از این مقاومت هاست. متوجه شدین؟ جریانشون یکیه دیگه. بله. خب میریم برای ولتاژ. اینو متوجه شدی قشنگ عکسشو؟ میخوایم ولتاژ بریم بچه‌ها. برای اندازه‌گیری ولتاژ باید جمع ولتاژ این دوتا بشه چقدر؟ 16.8. رو کدوم ترمیناله؟ رو این یکی. خب ولتاژ یه جلو این شکلی میذاریم. چقدر شد ولتاژش؟ 5 و 40 5 و 39 43 ولت بود دیگه. خب این چنده؟ 11 و 40 با 5
تقریبا 16 و 8 میشه. پس جمع دو سر اینها برابر با جمع کل که همین منبع تخمیر میده. متوجه شدین؟